Aleyküm Bahamagi. Merhaba arkadaşlar. Do'ston, یک نفر از شما سوال کرده است که 6 ماه در ترکیه بکیملیک کار کردم. باز دوباره به ترکیه رفتم میتونم یعنی دوستان عزیز، در این خیل حالت شما باید که از خدمات گمرک، از همون جایی که پیشت رو میزنن در وقتی برآمدن در ایرپورت، از همون شخص، از همون کارگر باید میپرسید که من کی باز اومده میتونم. بعضی حالت ها میشه مثلا یک برادری ما 3 ماه ایستاد، 3 ماه پورا ایستاد، در روز اخیرانش رفت هنگام برآمدن از همون خدمات گمرک پرسید که کی اومده میتونم. با این برادر ما آنها 6 ماه مهلت دادن، گفتن که 6 ماه پس تو میتونی اومدن. اما خیلی باز دیگر حالت هایی میشود که مثلا 2 ماه 2.5 ماه میسن، با بعضیش 3 ماه میدین، با بعضیش باشد 4 ماه پس میتونی بیایی میگویند. این وابسته از همون خدماتی همون کارگر گمرک میکنند. همین رو دوستان عزیز شما باید پرسید که کی میتونم اومده. حاضر دوستان عزیز نامعلوم است، اگر که نپرسیده باشید شاید که 6 ماه کار کرده باشید، شاید که شما را با مدت 6 ماه دیپورت کردن، یا اینکه شما را شاید با مدت 2 سال دیپورت کردن. باز چنین حالتی شد که یک شناس 2 سال به کیملیک کار کرده گشت. وقتی که دستگیرش کردن با اداره پلیس بردن با توزله، با او دوستان عزیز 90 سال یعنی پاژیزنی دیپورت زدن. هیچگاه دیگر با ترکیه آمده نمیتونه. این وابسته از خدمات گمرک میشود دوستان عزیز. با هر کس هر خیل مدت میدهد. شاید میشود که 6 ماه که ایستادید 6 ماه باز دیپورت میکنن. این یک خیل نیست، مدتش یک خیل نیست، وابسته از کارگر خدمات گمرک.